اینا رو بغل هم میذاره، جفت و جور میکنه، بعد صحت و سقم اینها رو از نظر اعتبار تفکیک میکنه. یا همونجا میگه که سازمانهای محلی $20,000 در تهران هزینه میکنن اما 10% شهروندان رو میتونه پاسخ بده. 10%. اگر ما 20,000 رو بپذیریم که 10% میشه 200,000 نفر دیگه جمعیت تهران اون موقع. با اون 400,000 و 500,000 که آقایون نقل کردن برای جمعیت تهران که منافات داره. فقط اعتماد حضور 1000 نفر رو تو باغ خودش سکنا داده بوده و اطعام میکرده. یا صفحه 59 همین کتاب اومده که در رابطه با کردها صحبت میکنه که کردها موقعی که خواستن از کردستان ایران برن طرف عراق یا بین النهرین، اون موقع میگه که هنگامی که در زمستان گریختند بسیاری از سرما مردن. خب تا اینجا قبول، از سرما پذیرفتیم، ممکنه بمیرن. هنگامی که بهار و تابستان رسید بسیاری از گرما مردند. اگر یه نفر تو تابستون پاشو گذاشته باشه کردستان عراق یا کردستان ایران، هرگز چنین حرفی رو نمیزنه که بسیاری از گرما مردن تو اون منطقه. یه منطقه معتدل کوهستانیه، چه گرمایی وجود داشته که چنین اظهار نظری رو کردن. صفحه 77 و 78 همین کتاب جمعیت شیراز رو 50,000 نفر قید میکنه و در اثر آنفولانزایی که اومده بوده، حالا آنفولانزای اسپانیایی معروف بوده به قول مرحوم جمالزاده، میگه که 10,000 نفر از مردم شیراز در اثر این آنفولانزا از بین رفتن. اون مسئول یا افسر انگلیسی میگه که 600 نفرم از نفرات و نیروهای نظامی انگلیسی هم از انگلیسی و هندی اونها هم از بین رفتن. درصدی که ارائه میکنه میگه که 18% جمعیت ایرانی های شیراز از بین رفتن و 2% هم جمعیت انگلیسی ها، نظامیان انگلیسی. خب 18% که همون 10,000 نفر میشه. این ور وقتی میای حساب میکنی 2%، 50 تا 2% میشه 100%، 50 تا 600 نفر اگر حساب بکنیم میشه 30,000 نفر. 30,000 تا نیرو داشته انگلیس تو شیراز. این در حالیه که تعداد کل انگلیسی هایی که تو ایران بودن به 100,000 و 90,000 هم نمی رسیده. چجوری 30,000 تاشون فقط تو شیراز بودن؟ بقیه نقاط کشور چجوری بوده وضعیت؟ تو خود همین کتاب جایش هست که میگه که این سربازها کنسرو لوبیا یا کنسرو غذایی رو که استفاده کردن وقتی میندازه قحطی زده ها ریخته بودن مثلا اون کنسرو. خب کنسرو سازی ما نداشتیم تو ایران. چرا کسایی که دارن نقل تاریخ میکنن این گونه گزینشی و سطحی دارن نگاه میکنن؟ کنسرو سازی یا بایستی از بیرون از ایران اومده باشد یا اینکه محصول رو ما داده باشیم رفته باشد بیرون. پس با این با روایتی که آقایون میگن که کشتی هاشون رو نمیخواستن اشغال بکنن در تناقضه. بحث من علمی است، کاری به مباحث سیاسی ندارم. میخوام بگم این نوع تاریخ نگاری تو کشور ما بایستی جمع بشه. ما سال 1300 در همون جلد 1 روز شماره تاریخ معاصر ایران که مؤسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی چاپ کرده متکی بر اسناد داریم که 26 آبان کمیسیون اعانه به قحطی زدگان روسیه تو تهران تشکیل شده. صفحه 421. آخه مملکتی که خودش مثلا به عبارت این دوستان 9 میلیون به عبارت دیگه 11 میلیون نفر کشته داده، یعنی یک نسل بیش از یک نسلش قربانی شده، چگونه حالا خودش توان اینو داره که به قحطی زدگان روسیه کمک میکنه؟ سالها باید بگذره تا این قابلیت رو پیدا بکنه. یا عرضم به حضورتون 30 اسفند 1300 قحطی در درجه است و
روایت‌های متفاوتی که تو سالهای مختلفی وجود داره که اینها در اثر وبا و دیفتری مردن. تو جای جای این کتاب هست که ملاک‌ها و ثروتمندان احتکار می‌کردن. حتی خود احمد شاه زمین‌هاش رو، گندمش رو، غله‌اش رو احتکار کرده بوده به امید فروختن 100 تومان و 200 تومان. بیشترین ضربه رو خود ملاکان زدن. وقتی ما میگیم غله، سازمان غله الان تو ذهن مخاطب نباید حک بشه. کشور ما اون موقع خان بوده، خان و خانبازی بوده، ارباب رعیتی بوده. یه ارباب 10 آبادی داشته و رعیت مجبور بوده برای نان بخور و نمیر خودش روی این زمین ها کار بکنه. دست اون نبوده که چیزی رو بفروشه یا نفروشه. این خان بوده که تصمیم میگرفته، این ارباب بوده که تصمیم میگرفته.